قصه وفات امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه. عمری که از سایه او شیطان می ترسید، عمری که پادشاه بود، فقیرانه رفتار می کرد. روز میگه یک دشمن اسلام به نزد استای کاردکن رفت، با او فرمان داد که برایم یک کارد تیار کن. نوکش دو قوشه هست، در نوک او زهر مانده می شود. گفت چقدر مبلغی که برایت لازم است برایت می آرم، فقط کار را هر چیز زودتر تیار بکن. استا یک هفته مهلت گرفت. جوان برآمده رفت. وقتی میگه استا کار را شروع کرد، وقتی کار را تیز کردنی بود، میگه وقتی عبود تیز کردن زد انگشت خود پرید. یک هفته گذشت. میگه این جوان به نزد استا آمد، گفت کاردی مرا تیار کردی؟ گفت نه تیار نکردم. گفت چرا تیار نکردی؟ استا گفت ای جوان، من طول اینقدر سال کار تیار میکردم، یکمین کارده که تو فرمان دادی انگشت مرا پراند. بگو این کار را چه کار میکنی و برای کی میبری؟ جوان که با خشم بود گفت این کار را برای قتل امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه میبرم، میخواهم او را به قتل رسانم. استا وقتی این سخن را شنید گفت اگر گردنم را، فرزندانم را، همسرم را به قتل رسانی و گردنم را هم که بگیری، من هرگز این کار را تیار نمی کنم. تو چه کار کرده ای ساده ای؟ میگه این جوان برآمد و رفت، خود کارد تیار کرد و در نوک همون کاردش زهر گذاشت و به سوی حضرت عمر رضی الله عنه رفت. خواست که حضرت عمر رضی الله عنه را به قتل رساند. حضرت عمر رضی الله عنه در داخل مسجد بود. وقتی نماز شده بود، وقتی نماز شروع کردن، این دشمن خدا حضرت عمر رضی الله عنه را به قتل رسانید.